سلام به همه. ما امروز میخوایم یک ویدیو سری شروع کنیم درباره مقدمه به مهندسی برقی و الکترونیکی و این ویدیو سری که من دارم شروع میکنم یک کتابی من استفاده میکنم که این گوشه گذاشتمش. اسمش هست به انگلیسی Practical Electronics for Inventors که معنیش به فارسی میشه حدوداً کاربردی الکترونیک برای کسایی که میخوان اختراع بکنن. خب در این کتاب ما چیزایی که خواهیم دید، اول از تئوری شروع میکنیم و بعد میریم به مدار درست کردن و چند تا چیز کاربردی و کاری که بعد انجام بدیم از لحاظ دید یک مهندس و یا یک فیزیسیست یا فیزیکدان. خب این کتابی که من استفاده میکنم آقایون پال شیرز که من اسمشون اینجا گذاشتم، پال شیرز و آقای سایمن مانک اینو نوشتن که این چاپ سومی هستش که من فکر میکنم چاپ چهارمی هم داره میاد، ولی خب من هنوز پیدا نکردم. ولی خب این برای کار ما خوبه. خب حالا شاید از خودتون بپرسید من چرا اصلا باید الکترونیک رو یاد بگیرم، چرا برای ما مهمه و اینجور سوالاتی شاید داشته باشین. خب من اینو بعد امیدوارم که من دیگه زیاد نباید براتون بگم که چرا الکترونیک مهمه و چرا تکنولوژی مهمه، به خاطر اینکه ما دیگه شما اگه توی یک غار زندگی نکردید در سالهای اخیر، میدونین که دیگه از لحاظ مثلا مخابرات، کنترل سیستم ها و اینجور چیزا الکترونیک خیلی مهمه. از لامپ شروع میشه تا دیگه هر چیز دیگه که بهش میگیم مثلا مغز لازم داره یا کنترل لازم داره رو ما میبینیم که این مدارهای الکتریکی استفاده میشن که چیزهای مثل مکانیک رو بیان یا کنترل بکنن یا یه سیگنالی برای ما بفرستن برای مخابرات و اینجور چیزا. من یه چیز دیگه هم بهتون، چند تا نکته دیگه هم بهتون بگم که من درباره خودم که دیگه بدونیم اینو با کی از کی داره بهتون درس میده و این چیزا. من خب پروفسور نیستم، من سال دوم مهندسی برقم الان دارم تازه تموم میکنم و اینو فقط بهتون گفته باشم که فکر نکنید من پروفسوری چیزی هم، من اینو میخوام اینجا گفته باشم بهتون. و من کاری که میکنم توتر میکنم، یعنی اینکه دستیار مثلا معلم چیز بهتریه، یه اسم مثلا نزدیک به توتر که من کمک میکنم و استودنت ها یا کسای همکلاسی یا هر کی که مشکل داره با این، با ریاضیش یا فیزیک یا شیمی، کامپیوتر ساینس، مثلا پروگرامینگ یا برنامه نویسی، هیچی لازم داره با اینا، من به اینا کمک میکنم. برای همین یه اکسپریانس، یک تجربه از این لحاظ دارم. خب مشکلی که هست بعضی وقتا برای من اینه که من تحصیلم چون در آمریکا هستش، در ایالت ایلینوی هست، یه ذره برای من سخته که بعضی چیزها رو به فارسی بتونم بنویسم یا بگم. برای من از همین الان ازتون عذر میخوام اگه یه چیزی من اشتباه بگم یا من از دیکشنری استفاده بکنم و کلمه‌ای که میزنم برای چیز اصطلاحی که شما دارین در ایران یا یه جا دیگه که فارسی حرف میزنین، اگه فرق داشته ذره من از این عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه من کلماتی که میگیرم از انگلیسی به فارسی ترجمه میکنم شاید خالص باشه. مثلا یه مثال براتون میزنم اینجا که وقتی میگم active circuit یا بذار اینجا براتون نشون بدم، وقتی اینجا دارم میگم basic passive components، این اسمی که من پیدا کردم این دیکشنری، من قطعی پیدا کردم اینا رو، مثلا بیسیک و مثلا یا کامپوننت میشه اجزا، مثلا این چیزا. میبینین که اگه خالص بخوام در ببینیم شاید اصطلاحات گم بشه این تو، برای من از این عذر میخوام. ولی خب دیگه سعی میکنم هم انگلیسی هم فارسی رو بنویسم که شما بتونین راحت یه انگلیسیتون مثلا خوب بشه یا فارسیتون خوب بشه یا هر جوری اینا کاری که میشه به ما کمک کنه. خب حالا شاید به خودتون بپرسین که عالی، من میبینیم که الکترونیک مهمه و ما دیگه حرفتو فهمیدیم، ولی خب کجا باید شروع بکنیم؟ این سوال خیلی خوبه، به خاطر اینکه همه یه عالم از شاگردا مثل خود من از اول که می‌خواستم شروع کنم نمیدونستم مثلا کجا شروع کنم، چون الکترونیک و این تکنولوژی که ما الان داریم تصاعدی میره بالا و خیلی ادوانس شده، خیلی ویل دیولپ شده. این فیلدی که هست، این میدان با درسی که ما داریم در الکتریکال مهندسی برق خیلی چون رشد کرده، خیلی بعضی وقتا مثلا سخت میشه که بعضی میپرسن خب من از کجا شروع کنم. برای همین من یه لیست خیلی کوچیک اینجا نوشتم که میگه خب ما از نظریه باید شروع بکنیم
از تئوری که مثلا از قانون اوم، آقای اوم شروع میشه که جریان‌های الکتریکی و ولتاژ رو و مقاومت الکتریکی رو به اینا ربط میده و این خیلی مهمه که ما بدونیم وقتی به این برسیم که این ماده ها باید اوهمیک باشن، یعنی اینکه ماده های اومی که وقتی که حرارت زیاد میشه این مقاومت عوض نشه و ما دربارش بیشتر میخونیم این چیزا. چیزی دیگه مثلا که هست اینه که قانونهای آقای کرشهاف که به ما خیلی کمک میکنه که تجزیه تحلیل کنیم مدارها رو و همینطور چند تا قانون دیگه تبنین و نورتن رو که توی اینا بیشتر میریم و این نظریه من مگه بخوام یک کلمه بگم توصیف کنم اینا رو در یک جمله میتونم بگم که و این کار کتاب میکنه و بهتره بگم این کتاب اینو نوشته اینجوری که این قانون ها قوانین و نظریه‌ای که داریم کمک میکنن که ما پیشگویی کنیم مقدار و جهت ولتاژ ها و جریان های الکتریکی در مدارهای الکتریکی. اوکی حالا که ندیدیم بس بذاریم چند تا اجزای این مدار الکتریکی چی هستن. خب اول اصلا مثلا ما یه چیز مثلا ساده ترینش مقاوم هستش که چند تا انواعش من اینجا کشیدم. یک مقاوم ساده مثلا استاتیک اینجا هست، یه دونه هست مثلا پتانسیومتر یا یک مقاومی که میتونه عوض بشه، وری چنج میکنیم، عوض میکنیم. بعد یه خازن من اینجا دارم که 4 تا انواعش من اینجا گذاشتم که فکر کنم این یکی میشه دکید کپاسیتور یا کپاسیتوری یا خازنی که میتونیم عوض کنیم مثل همین مقاوم که اینا رو اگه فکر کنید ما تو رادیو استفاده میکنیم که شبکه ها رو عوض بکنیم. بعد به سلف ها نگاه میکنیم یا اینداکتورها که میبینیم چرا اینا یه جورای شبیه خازن ها و اینداکتورها و چجوری عوض میشن اینا، چون این به جریان ربط داره، به مقدار یا مشتق جریان ربط داره که این اینداکتنس چی هست، سلف چی هست مقدارش و کاری که میکنه. و این خازن کاری که میکنه این بارها الکتریکی رو ذخیره میکنه و یک ولتاژی به خاطر اینکه ذخیره کرده درست میشه بین این صفحه های فلزی و میبینیم چرا این مهمه و چجوری میتونیم اینا رو کاربردیشو ببریم و چیزایی مثلا رادیو و چیزایی که خیلی ما استفاده میکنیم در هر روز بتونیم استفاده بکنیم و درست بکنیم. خب و تحلیل و تجزیه بکنیم که ببینیم چجوری این کارا رو کردن. اول از اون شروع میکنیم، بعد سعی میکنیم درست بکنیم در تئوری. و من ویدیوهای بعد در جایی که آزمایشگاه من در مدرسه اگه بتونم اجازه رو بگیرم میتونم ویدیوها رو رکورد کنم با آسلسکوپا و این چیزا بهتون نشون بدم و من امیدوارم که بتونم. من میپرسم از استادای خودم. اوکی حالا یه چیز دیگه هم که هست اینو بگم، این ترانسفورمرها هستن که مثلا شما اگه فکر کنید در شهر یک فکتوری که به ما انرژی رو تولید میکنه، خب ولتاژی رو که باید بده این AC هستش یا alternating current، جریانی هستش که میره بالا و پایین در زمان. و وقتی ما اینو میخوان به ما بفرستن به شهر، خب چندین هزار ولتاژ دارن، مثلا صدها هزار ولتاژ دارن که این ولتاژ میبینیم به نسبت زمین هستش. برای همین هیچ وقت نمیتونیم چیزی رو از زمین به اون بالا وصل کنیم، اگه بکنیم خیلی آتیش میگیره، بدجور، اصلا خیلی چیز بدی میشه. و درباره این ولتاژ اینا میفهمیم بیشتر. خب این ترانسفورمرها کاری که میکنن یک اصولی رو از چیزی که ما از فیزیک 2 یا فیزیک الکترومغناطیس یاد گرفتیم استفاده میکنن که بهش میگن الکترومگنتیک اینداکشن یا فکر کنم من به خالص فارسی میشه الگوگری الکترومغناطیسی، که کاری که میکنه اینه که یه شار مغناطیسی مثلا اگه ما داریم در یه کویل اینجا داریم، یه شار مغناطیسی یا فلاکس مغناطیسی که داره، این اگه عوض بشه کاری که میکنه این یکی این و بیشتر توش میریم که نسبت‌های ریاضی رو قشنگ ببینیم، عددی ببینیم اینو بهتر. ولی خب چیزی که بهتون میگم اینه که این انرژی از مثلا اگه جریان یه مقدار بوده و ولتاژ قد بوده، یک کدوم از اینا مثلا بیشتر یا کمتر میشه، ولی خب تمام انرژی که رفته تو در شرایط عادی ایدئال ببخشید، در شرایطی که رو کاغذ مثلا در تئوری باید انرژی که رفته تو همون انرژی بیاد بیرون. ولی خب این
بهتون مثلا میگم پاور اول، انرژی اول که رفته تو جریان اول بوده و ضرب در ولتاژ اول و همینطور میبینید که این یک چیز جبری هستش، یک نسبت جبری که میگه انرژی که میره تو این کانزرویشن اف انرژیه، ذخیره شدن قانون انرژی هستش که ما اینا توش بیشتر می‌بینیم در مغناطیس. و اگر شما میخواین فیزیک الکترومغناطیس رو بیشتر بدونین، من یه پلیلیست خاصی دارم فقط برای الکترومغناطیس که از اول شروع میکنم تا از اول مثلا از بارهای الکتریکی و میدانها میرم تا الکترومغناطیس رو تموم میکنم در مغناطیس و مدارهای AC یا مدارهایی که جریان من اسمش رو یادم میره به فارسی، ولی خب جریانایی هستن که اگر رو زمان بکشیمش این شکلی میشن، AC هستش. بعد از اون میرم به geometrical optics یا با نور چجوری کار بکنیم و لنز ها و آینه ها چجوری کار بکنیم و تلسکوپ ها این چیزا رو کار بکنیم که اونم خیلی جالبه و اگه ندیدین و تا حالا کلاس رو نداشتین، اگه اینو نگاه بکنین یه ذره بیشتر بهمون کمک میکنه که این درس ما بخونیم. خب بعد از این بیسیک پاسیو کامپوننت ها و یا این اجزای اصلی که ما یاد میگیریم مثل این مقاوم، خازن و سلف و ترانسفورمر ها، چیزی که یاد میگیریم درباره discrete passive circuits یا من فکر نمی کنم این درست بشه به فارسی، ولی خب مدارهای جدای منفعل، من مطمئن نیستم اگه این درسته. خب مثلا بعضی از این مدارها مثلا current limiting network شبکه هایی هستن که جریان الکتریکی رو لیمیت میکنن. مثلا شما اگه فیوز رو فکر بکنید، این چیزی هست که اگه جریانی مثلا بگین بیشتر از مثلا if اگه جریان بیشتر مثلا از 2 آمپر، این فیزیکلی یعنی که یه چیزی مثلا میسوزه دیگه، اجازه نمیده، مثلا اینجوری میشه، اجازه نمیده که جریان الکتریکی دیگه توش بره. خب مثلا یه جوری که این کار بکنیم، ولی خب یک کار بهتری که میتونیم بکنیم از مهندسای برق کار بهتر میکنن اینه که ترانزیستور استفاده بکنن و مدارهایی درست بکنن که لاجیک استفاده میکنن، یعنی اینکه یک کنترلی توشون دارن که ما میتونیم لازم نیست چیزی مثلا بسوزونیم دیگه نتونیم استفاده بکنیم، یه ترانزیستور استفاده میکنیم و چند تا چیز دیگه که بتونیم اینو کنترل بکنیم. اگه یه مثلا 2 آمپ بیشتر شد، خب برای الان اینو نذاره بره، اجازه نده این جریان بره که مثلا چیز دیگه رو بسوزونه، قطعات دیگه رو، ولی خب اگه دوباره خواستیم استفاده بکنیم لازم نیست مثلا اینو عوض بکنیم که تو اینا هم دوباره بیشتر می‌بینیم. بعد تقسیم کننده های ولتاژ رو می‌بینیم که چه استفاده هایی ازشون میشه در سیستم آنالوگ و دیجیتال. سرکت های یا مدارهای فیلتر رو می‌بینیم، اتنیویتر می‌بینیم، اینا همه رو توش میریم و پایه هاشو نگاه میکنیم و ریاضیشو توش میبینیم. این هم بهتون میگم ریاضی که ما استفاده میکنیم بیشتر از همه جبره، معادلات جبری و یه ذره مثلا حساب و مشتق و انتقال هستش و بعضیش میشه مثلا معادلات دیفرانسیل و فکر کنم خیلی کم حساب چند بعدی. من فکر میکنم برای مغناطیس و اینجور چیزا شاید یه ذره انجام بدیم، ولی خب خیلی مهم نیست. اگه اون وکتور کلکولس و حساب چند بعدی رو نداشتین زیاد مشکل نیستون. اوکی، اینو پس دیدیم. حالا نگاه میکنیم به discrete active devices یا دستگاه‌های فعال جدا یا و که اینا تکنولوژی‌های نیمه هادی رو استفاده میکنن که تکنولوژی نیمه هادی خیلی مهمه و ما بیشتر خیلی توش عمیق میریم و درسشو میخونیم، ببینیم از یه مقیاس اتمی داره چه اتفاقی میفته و چرا خیلی به ما کمک میکنه برای این تکنولوژی‌های نیمه هادی. خب دو تا کامپوننت، دو تا قطعه‌ای که میبینیم خیلی مهمن تو اینا، دیودها هستن و ترانزیستورها هستن. خب ترانزیستور که بهتون گفتم یه کاری که می‌کنیم اینو کنترل، میتونیم باهاش خیلی کنترل کنیم یه چیزایی رو و جوری که این کار میکنه من یه ذره اول بهتون بگم. خب ما یه جریانی وارد میکنیم که این جریان مقداری که داره این کنترل میکنه جریانی که تو از این ترانزیستور میتونه بره از کالکتور به امیتر بتونه بره بیرون، که درباره این ما خیلی مفصل حرف میزنیم. حالا دیودها قطعاتی هستن که وقتی که یک جریان الکتریکی داره مثلا میره این طرف، اجازه نمیده که این جریان در سیکل منفیش بره مثبت یا منفی. اگه میخواد جهت خلاف جهت بره این اجازه نمیده این کارو بکنه. خب این در کاغذ مثلا پرفکت یا قشنگ 100% این کارو میکنه، ولی خب در دنیای واقعی چیزی که خیلی مهمه اینه که ما بدونیم
که اینا فقط مدل ها هستن، مدل های ریاضی هستن که ما انجام میدیم و اینا فقط یه ایده ای به ما میدن که مثلا در دنیای واقعی مثلا ولتاژمون چقدر باشه، جریانمون چقدر باشه. این چیزی نیست که دقیق، این چیز اندازه‌گیری دقیق وجود نداره، به خاطر اینکه ما هیچ وقت نمیتونیم بی نهایت پرسیژن یا اکورسی داشته باشیم. وقتی یه چیزی رو ما اندازه‌گیری میکنیم، مثلا میگم من یه چیز اندازه‌گیری کردم، مثلا یه مقاوم داشتم اینجا که مثلا از اینجا تا اینجا یه ولتاژ رو من دستگاهم گرفت، اندازه گرفت که مثلا گفت 3 ممیز مثلا 6 ولت. خب همیشه این اندازه‌گیری ما باید یادمون باشه از یه فیزیسیست یا فیزیکدان یا مهندس یا هر دانشمند که اینا همشون یک uncertainty دارن، یعنی اینکه یک فاکتورهایی که مثلا در دنیای واقعی وجود دارن که ما هنوز یاد نگرفتیم درباره‌شون یا خیلی سخته که به مدلمون اضافه بکنیم، اینا این کارو میکنن که مثلا میگیم 3.6 ولت مثبت یا منفی مثلا -0.2 ولت، که خیلی مهمه که ما این uncertainty مونو یا ندانستنمون از اینا یه ذره مثلا دربارش فکر کنیم و به مهندسا و دانشمندا دیگه بگیم که ما آقا اینو ما نمیدونیم، اگه شما این کارو کردین، این دستگاه اینجا گذاشتین 3.6 ولت میگیره، اینو باید در نظر داشته باشین که اگر کاربردیتون خیلی سنسیتیو بود، خیلی مهم بود، مثلا یه چیزی مثلا نترکه یا یه چیز بدی نشه، پس اینو در حواسمون مثلا بهش فکر کنیم ما. خب بعد از این میبینیم discrete active و passive circuit ها که مثلا یکی از چیزهای خیلی مهمی که هست، خیلی ساده هم هستش، رکتیفایر ها هستن که دو تا نوع دارن، مثلا دو تا نوعی که ما دربارش حرف میزنیم، full wave rectifiers و half wave rectifiers. full wave مثلا این چیزیه که بزن از half wave شروع کنم، این نصف موج AC شما رو میگیره، مثلا این سیکل منفی رو قطع میکنه با دیود ها که ما بهتون الان گفتم، این دیودی که این بالا هست برای این من اینو کشیدم، این دیود اینو قطع میکنه و فقط اینو مثلا صاف اجازه نمیده اون بره، سیکل منفی رو نمیذاره بره، برای همین صاف میمونه اینجا در صفر و سیکل بعدی باز مثبت میره، درست، سیکل منفی قطع میشه همینجوری. خب میبینیم که اگه ما مثلا میخوایم برای سیستم دیجیتال بهش انرژی بدیم، این خیلی برای ما کافی نیست. خب میایم بالا فول ویو یا تمام موجو اصلاح میکنیم، رکتیفای میکنیم، که کاری که میکنیم خیلی کار خوبی کردن که ما حالا بعدا میبینیم که چقدر دیزاین جینیسی بوده که این کار کردن. خب کاری که میکنه اینه که این سیکل منفی رو میندازه بالا که ما میبینیم دیودها رو بهش میگن بریج رکتیفایر. مثلا دیودها رو چیکار کردن، ببخشید این اشتباه کشیدم اینو، میبینیم دیودها رو چیکار کردن که ما بتونیم اینو بگیریم ازش، که اینو عوض که منفی باشه اینو قطع کنه، ما انرژی رو از دست بدیم، ما انرژی رو بتونیم هنوز استفاده کنیم و اینو بندازیم این طرف سیکل مثبت و این انرژی ما یه ذره کمتر از دست بره. خب بعد از این ما میبینیم که سیستم های دیجیتالی چیزی که لازم دارن یک ولتاژ و جریان هایی هستن که مثلا DC هستن، ما نمیتونیم AC رو مثلا رو بعضی از اینا بذاریم و اکثرا مثلا ما لازم داریم مثلا 5 ولت 3 ولت تا 12 ولت مثلا لازم داریم برای این سیستم ها. حدوداً شاید اینا فرق بکنه در کشورهای مختلف و کاربردی‌های مختلف. مثلا میگم ما حدوداً اینقدر مثلا لازم داریم، ما اینو از DC لازم داریم stable as possible، as stable یعنی که باید تا جایی که میتونیم این بتونیم صاف نگردیم، اینجوری مثلا نباشه، هیچ چیز اینجوری نداشته باشه توش. کاری که میکنیم جوری که اینو انجام میدیم، ما خازن وصل میکنیم به مدارمون و کاری که میکنیم که مثلا این چیز این شکلیه زره مثلا اینطوری تر بشه و چند تا دیگه اضافه میکنیم و اینو سعی میکنیم انقدر صاف کنیم تا جایی که میتونیم صاف بکنیم. خب این بس اصلاح کننده. بعد میبینیم آمپلیفایر ها رو میبینیم، آسیلیتور ها رو میبینیم که برای مثلا زمان گرفتن و اینا خیلی خوبن، ماژولیتور ها، میکسر ها برای مدارهای مثلا صوتی و اینجور چیزا، آمپلیفایر ها و ولتیج رگولیتور ها که مثلا کاری که میکنن رگولیت یا تنظیم میکنن ولتاژی که مثلا یک قطعه مثلا دیجیتالی لازم داره، که میبینیم چرا اینو مهم میان بعدن. خب حالا بیاین پس من شروع کنم بهتون این نشون بدم که این کتاب مثلا چه چیزایی داره و درباره چی میخوایم حرف بزنیم.
اوکی من از این بالا شروع میکنم. پس خب ما چیزایی که داریم، اول از این اینتروداکشن که من مقدمه رو الان بهتون دادم یه ذره، و این پس میشه فصل یکمون، خیلی کوتاه. فصل دوم میشه نظره، که این شاید بزرگترین فصل تمام کتاب باشه که خیلی هم مهم هستش. این ما باید واقعا ما باید بدونیم اگه میخوایم کار مفیدی انجام بدیم، بخاطر اینکه اگه ندونیم، مثلا فکر کنین ما یه سلفی داریم در یک مداری و یه چیز RLC من اینجا بکشم مثلا، خیلی ساده. ما یه سلفی مثلا اینجا داریم و اگه ما ندونیم این خاصیت های سلف و خازن و مقاوم و اگه ما این فرکانس بالا، این ولتاژ AC ما رو بدیم، خیلی فرکانس بالا باشه، شاید مثلا یهو به رزونانس برسیم و این مدار ما امپدانسش، یا شاید اینا رو مثلا الان ندونیم ولی خب من سعی می‌کنم طوری که میشه این فرکانس کاری که میکنه اینه که مثلا این جریان داره میره این طرفی، داره میره این طرفی، داره عقب جلو میره اینجوری. و مثلا چون اینا یه چیزای فیزیکی هستن، خب در یه سرعت‌های مثلا در یه فرکانس‌هایی اینا مثلا این سلف نمیتونه این جریان دیگه اجازه بده بره تو، چون دوست نداره جریان عوض بشه، نرخ جریان، عوض شدن جریان نسبتاً به زمان دوست نداره عوض بشه. خب شاید این مثلا این کلاً اوپن سرکت باشه، اینو خفه کنه، بلاک کنه، و شاید این خازن اینو بذاره بره. برای همین شاید ما مثلا یک مقاومتمون کم بشه و وایر هامون یا سیم هامون مثلا بسوزه. خب اگه ما این تئوری نظری ها رو ندونیم، شاید سیستم هایی درست بکنیم که خیلی ریلایبل نباشن و مشکلاتی داشته باشن. اوکی پس چیزی که شروع میکنیم مثلا درباره جریان الکتریکی، درباره ولتاژ. من اینو سریع بهتون میگم چون خیلی زیادن اینا، زمان نمیخوام زیاد طرف کنیم به این، فقط میخوام نشونتون بدم که چی هستش که ببینین اصلا این ویدیو سری برای شما خوب هست یا نه. میریم اینا رو میبینیم و چند تا مثال حل میکنیم و پرابلم، مشکل حل میکنیم. مقاومت ویژه، مقاومت مثلا رزیستور و رسانه ها یا هادی ها. بعد از اون مثلا نمیدونم عایق میشه یا نمیدونم چی میشه به فارسی، ولی خب اینسولیتور که جریان الکتریکی اجازه نمیده بره دروش، و رسانه ها که برعکس اینن میذارن الکتریک بره توش، و نیمه هادی ها که که دیودها و ترانزیستورها از اونها درست شدن که خیلی مهمن اینا. پس بعد ببینیم این چجوری در حالت فیزیک چجوری این کار میکنه، و حرارت و نیرو رو میریم توش و چجوری بهش فکر کنیم و پیشگویی کنیم که مثلا مدارهامون نسوزن و اینجور چیزا. بعد از اون مثلا به سیم ها نگاه میکنیم و چجوری با هم دیگه مهندسا حرف میزنن، چه عددهایی میدن. بعد به زمین نگاه میکنیم، به زمین های مدارهای الکتریکی چرا کمک میکنن، چرا مثلا ولتاژ رو ما اگه میخواستیم بدون زمین انجام بدیم، بعد میگفتیم مثلا این مداری دارین شما هر چی مثلا هست، من نمیدونم یه چیز میکشم اینجوری، یه مدار مثلا ساده ای میکشم من، بعد بگین 3 ولت مثلا داره اینجا، بعد میخوام بگیم مثلا ولتاژ از اینجا به اینجا چیه، باید شما برین از اینجا به اینجا مثلا A تا B C تا باید برین این طرف اون طرف. خب این سخت میشه. برای همین ما مثلا یک زمینی ما میام اضافه میکنیم اینجا که بگیم اینجا بهش میگیم 0 ولتاژ و همه چی رو به نسبت این میگیریم، چون اگه یادتون باشه از فیزیک الکترومغناطیس، ولتاژ چیزی نیست مثلا جریان بگیم در این نقطه چی هستش. ولتاژ همیشه از یه نقطه به نسبت این نقطه دیگه مثل انرژی پتانسیل گرانشه، مثل mgh هستش. شما نمیگی مثلا انرژی پتانسیل خب از یک شیئی که مثلا تو هواست همونجایی که هست چقدر، خب این معنی نداره. بعد بگین انرژی پتانسیل این از اینجا به نسبت کره زمین، مثلا سطح کره زمین بگیم h0 اینجا و h اینجا مثلا 100 متره. کاری که میکنیم، من همیشه از ولتاژ فکر میکنم به گرانش فکر میکنم، خیلی کمک میکنه، خیلی شبیه. اتفاقا میبینیم حالا بعدن اینو که چقدر شبیه هستن. و خب اینو یاد کنیم، ما مثلا نمیتونیم بگیم ولتاژ این چقدره، باید بگیم به نسبت زمین چقدره. و حالا میبینیم که این چجوری کمک میکنه اونجور چیزا که ساده تر میکنه کار ما رو. خب بعد از این میریم به مدارهای الکتریک نگاه میکنیم، به قانون اوم و مقاومت نگاه میکنیم، منابع ولتاژ و جریان، اندازه‌گیری ولتاژ، جریان و مقاومت، قوانین کرشهاف که خیلی مهم هستن برای
مدارهایی که مثلا 2 3 تا بیشتر از یه دونه مثلا بیشتر باتری دارن و این چیزای خیلی عجیب میشن و بعد کرکاف لازم داریم، قوانین کرکاف. و قضیه برهم نهی که من فکر نمی کنم این در فارسی درست باشه، کاری که این میگه مثلا اینه که ما تو فیزیک اینو میبینیم، تو معادلات رفرانسیل میبینیم، این سوپرپوزیشن چیزی که با ما میگه مثلا اینه که افکت هایی که یه چیزی برای چیز دیگه دارن و اگه ما اضافه بکنیم افکت های خالص رو میگیریم. اتفاقایی که مثلا این یه نیروی به این وارد میکنن، اگه من بهش اضافه کنم همه اینا رو تک تک رو که نیروی به این وارد میکنن و نیروی خالص رو مثلا میگیریم. خب این چیزی از فیزیکه که فکر کنم میذاره کمکتون بکنه بهش فکر کنین که ما در اینم بیشتر حرف درباره اینا ما همش خیلی مفصل حرف خواهیم زد. بعد به قوانین تونن و نورتون نگاه میکنیم و بعد از اون میریم به برق شهری، مدارهای جریان متناوب یا که بهتون AC گفتم عوض میشه اینجوری نگاه میکنیم و چرا اینو کمک میکنن به ما، چرا بهترن از DC، به اینا نگاه میکنیم. و این بگیم زمان، این جریان و زمان. اوکی. بعد از این میریم به برق شهری نگاه میکنیم. بعد از اون میریم به خازن‌ها، سلف‌ها، مدل درست کردن از مدارهای پیچیده. و بعد از این میریم به اعداد پیچیده یا مرکب من فکر میکنم میشه و چجوری با ما کمک میکنن که مدارهای جریان متناوب رو دربارش حرف بزنیم، خیلی ساده تر میکنن. بعد از اون میریم به مدارهای با منابع سینوسی نگاه میکنیم و نیرو در مدارهای جریان متناوب که دربارش حرف زدیم بالا، و به پاور فاکتور نگاه میکنیم اینجور چیزا. مدارهای رزونانس رو نگاه میکنیم که دربارش یه ذره باهاتون حرف زدم رزونانس چی هست، خیلی مهم هستش و فکر کنم رادیوها میبینیم که چجوری این رزونانس و اینجور چیزا استفاده میکنن. خب بعد به دسیبل یا صدا، به انرژی صدا نگاه میکنیم و به امپدانس یا مقاومت ظاهری که از فرکانس به وجود میاد که خروجی و ورودی دستگاه ها رو ما نگاه میکنیم. بعد از اون میریم به شبکه‌های دوپورتی و فیلترها نگاه میکنیم، مدارهای زودگذر یا ترانزینت نگاه میکنیم بهشون، مدارهای با منابع سینوسی غیر تناوبی، یعنی که اینا عوض میشن یا چجوری بگم، این سیکلیک هستن، مثلا در هر 2 پای ضرب در زمان که اگر یادتون دیگه تا اینجا داشته باشین میفهمین چی میگم. چی بود این اومگا ضرب در زمان بود، آره، برای فرکانس. خب چیزی که میبینید که مثلا بعضی از اینا پریودیک هستن، سیکلیک هستن، ولی خب سینوسی نیستن، چیزی شاید عوض بشن، سینوسی نیستن. خب بعد از اون میریم به منابع غیر دوره‌ای یا که پریودیک نیستن، مثلا در این سیکل یه جورن، در این سیکل یه جور دیگه. و من سعی میکنم چند تا چیزی از فوری، از معادلات آقای فوری و اینا بذارم که چجوری با ما کار میکنه سیگنال ها رو دربارش حرف بزنیم و هر سیگنالی تو جهان رو ما میتونیم توصیف کنیم با قوانین آقای ریاضی آقای فوریر که اینجا میگم فوریر سریز و فوریر ترانسفورمز. یه ذره من سعی میکنم بتونم این کار کنم که دربارش حرف بزنیم. تبدیل فوری و سری های فوری که برای سیگنال پروسسینگ خیلی مهم هستن این ایده ها. و ببینیم بعد از اون به فصل سوم که درباره مدارهای الکتریکی و این اجزایی که دارن، مثلا سیم ها، باتری ها، چی هستن، سویچ ها، ریله ها، ریلیز، مقاوم ها، خازن ها، سلف ها، تبدیل کننده های مثلا ترانسفورمر و فیوز ها و قطع کننده های مدارها. خب بعد از این میریم به فصل 4 که نیمه هادی ها رو میبینیم، مثلا به تکنولوژی نیمه هادی نگاه میکنیم، به دیود ها، ترانزیستور ها، فایریستور ها یا تریستور، سرکوبگران ولتاژ های گذرا، ترانزین ولتاژ سوپرسور، به مدارهای مجتمع نگاه میکنیم یا اینتگریتد سرکیت. و بعد از اون میریم به فصل 5 که الکترونیک نوری رو میبینیم و فوتون ها میبینیم که در فیزیک چی هستن که انرژی با خودشون دارن در پکت ها. بعد به لامپ ها نگاه میکنیم، به LED ها نگاه میکنیم، به مقاوم های نوری، دیود های نوری، سلول های خورشیدی، ترانزیستور های نوری
اسمشو من خیلی بد میگم، تریستورهای نوری، این که نمیدونم چی میشه، این میشه آره سوا کننده های نوری و فیبر نوری. میبینیم که خیلی فیبر نوری مهم هستش برای ما. و بعد از اون میریم به فصل ششم که سنسورها رو میبینیم که اصولای کلیش حرف میزنیم، سنسورها چی هستن و چجوری مثلا اندازه‌گیری میکنن و اینجور چیزا. و میبینیم مثلا نوع چیزا که اندازه‌گیری میکنن، مثلا حرکات، ببخشید حرارت، اینجا میشه تمپرچر، حرارت. بعد مجاورت یا حرکت کردن و لمسی، میبینیم چجوری مثلا لای دیتکتور یا دروغ، مثلا دروغ و این مدارک دروغ مثلا میبینن یه نفر دروغ گفته یا نه، با این مثلا رزیستور یا مقاومت کار میکنن و اینجور چیزا، اینا توش میریم. و حرکت، نیرو و فشار به اینا نگاه میکنیم، به این سنسورها. بعد به سنسورهایی که شیمی استفاده میکنن، پروسس های شیمی که بتونن این چیز رو اندازه‌گیری بکنن. و بعد از اون میریم به سنسورهایی که به نور، این تشعشعات مثلا نوکلیر یا هر جور چیزی استفاده میکنن، و مغناطیس و صدا. بعد از اون میریم به سیستم موقعیتیاب جهانی یا GPS. و بعد میریم فصل هفتم که در اینجا دیگه ما یه ذره بیشتر میریم تو چیزای کاربردی و چیزی که شروع میکنیم از ایمنی، شروع میکنیم به ساختن مدارها، استفاده کردن از مولتی میترها، از نوسان نماها یا آسلسکوپ ها، آزمایشگاه الکترونیک. و بعد از این میریم به فصل هشتم که درباره، من فکر نمی‌کنم به فارسی درست بشه ولی خب خالص میشه مثلا ترجمهش میشه تقویت کننده های عملیاتی یا operational amplifiers، که نظریه‌اشو میبینیم چجوری کار میکنن. و بعد به فیدبک نگاه میکنیم، به قضیه فیدبک که فکر میکنم بازخود مثبت و بازخود منفی میشه، اینجا بنویسم بازخود منفی. و بعد از این به تامین انرژی به این آپ امپ، بهش میگیم دیگه آپ امپ. از این به بعد اینجوری آپ امپ بنویسم، آپ امپ که میشه operational amplifier. و میبینیم چجوری به این انرژی میدیم و به کامپراتورها نگاه میکنیم یا مقایسه کننده ها. و بعد از این میبینیم به جبران کردن مثلا فرکانس، چجوری فرکانس رو درست کنیم با این آپ امپ ها و چه جور افکت هایی دارن روشون، چه تاثیرایی میذارن رو آپ امپ ها. خب بعد از این میریم به فصل نهم که به فیلترها حرف میزنیم و نظریه‌اشو میبینیم. بعد به فیلترهای پایه‌ای نگاه میکنیم و چجوری اصلا چجوری درست شدن. مثلا با خازن، گفتم دوباره خازن خیلی مهمه، سلف خیلی مهمه، ما دوباره و دوباره میبینیم اینا رو. و بعد از اون میبینیم مثلا به پسیو و اکتیو فیلترهایی که مثلا های پاس، بند پاس، ناچ و لو پاس هستن و اینا رو میبینیم چیکار میکنیم باشون. و بعد از اون میبینیم به فصل دهم که آسیلاتورها و تایمرها رو میبینیم که زمانگیری میکنن برای ما، که اینا مثلا میکرو کنترلر آسیلاتور، کریستال، LC که سلف و خازن هستش، این سلف باید باشه. و آسیلاتورهایی که با ولتاژ کنترل شدن، 555 تایمر و RC ریلکسیشن آسیلاتور رو میبینیم. این چیزا همه رو میبینیم. خب از اینجا دیگه یه ذره ترجمه سخت‌تر میشه، چون اینا دیگه اصطلاحات جزئی میشه و فقط اسم هستش، اسم مثلا قسمت ها. از اینجا میریم به فصل 11 که ولتاژ رگولیتورها یا تنظیم کننده های ولتاژ و منابع انرژی رو میبینیم، که اول از همه به این تنظیم کننده های ولتاژ نگاه میکنیم، به تبدیل کننده ها، پکیج های اصلاح کننده، مثلا که AC رو که چند بار کشیدم براتون، اینا اصلاح میکنن با دیوت ها و اینجور چیزا. بعد به کاهش موج داشتن این سیستم ها نگاه میکنیم و منابع قدرت، سویچ ها، ساختن منابع قدرت. و میریم بعد از اون به فصل 12 که به الکترونیک دیجیتال نگاه میکنیم، که ریاضی ما اینجا خیلی آسون میشه، فقط مثلا جبر و کار عددی اینجوری باید انجام بدیم، زیاد دیگه ریاضی نداره توش. میریم به مقدمه نگاه میکنیم، به گیت های منطقی نگاه میکنیم که منطق الکترونیک رو میبینیم که منطق فلسفه ما استفاده میکنیم. بعد میریم به فامیلی این منطقا و چجور مثلا TTL یا اینجور چیزا
نگاه میکنیم ترانزیستور منطق نگاه میکنیم و بعد از این میریم به تست کردن و انرژی دادن به این IC ها یا اینتگریتد سرکت های که سرکت های کوچیک هستن که درست شدن که یک کار رو انجام بدن و بعد از این میریم به منطق سیکونسی که فرقش اینه که مثلا به این کامبینیشن ها اینو همین الان که من به این یک گیتی دارم مثلا من اینجا بگیم من این اند هستش که x رو میگیره y میگیره چیزی که میده اینه که xy خب چیزی که بهم میدم من از تا لحظه‌ای که من یک ورودی تو این بذارم اینپوتی بذارم این جواب به من میده مثلا یک ممیز 2 حدوداً نانو سکند شاید طول بکشه که این براتون بنویسم حدوداً در این زمان ها ما کار میکنیم در سیستم دیجیتال خیلی زمان کوچیک برای همین کامپیوترها خیلی سریع هستن چون ما این زمان هامون خیلی کمه برای این عمل ها و هرچی کمتر کنیم اینا بهتر میشه سریعتر میتونیم کارو بکنیم با کامپیوتر خب مثلا فرقش اینه که این کامبینیشنال دیوایس ما اینپوت همون لاجیک گیت و گیت های منطقی رو زمانی که ما اینو بذاریم تو اینجا این جواب میده به ما در مثلا حدوداً یک یا دو نانو سکند که مثلا ما بیشتر از این بذاریم این بیشتر میشه زمانی که میگه مثلا 20 تا 30 تا 1000 تا از این بذاریم این زمانمون اضافه میشه که میبینیم چون این چیز فیزیکیه دیگه برای همین سیگنالی که ما خواهد اینجا بره از اینجا به اینجا خب زمان طول میکشه براش چون اینا مثلا الکترون ها هستن که دارن میرن به سرعت نور نمیرن ولی خب نزدیک خب بعد میبینیم که سیستم های سیکونسی خب یک چیزی دارن بهش میگن کلاک که مثلا سیستم رو بکشیم مثلا یک فلیپ فلاپ براتون بکشم که تو این دوباره میریم فلیپ فلاپ میبینیم اینا چیکار میکنن برای ما براتون بکشم اینجا مثلا یه اینپوتی میگیره J یه اینپوتی میگیره K و من فکر کنم این طرف باید باشه ببخشید این برای این طرف باشه که زیاد مهم نیست کشیدنش فقط دیگه که مردم بتونن بخونن مهندسا دیگه بخونن بعد ما درست بکشیم اینا رو یه سیگنالی میگیره مثلا از این کلاکی که ما اینجا داریم بهش میگیم کلاک سیگنالو میگیره و این سیگنال مثلا میگیم 1 و 1 اینجا بهش میدیم که ما این تو دیجیتال بدیم بگم 0 و 1 فقط کار میکنیم دو تا چیزی که کار میکنیم فقط اینن خب اینو میگیره بعد باید وایسه که مثلا بگین این کلاکه که داره آسیلیت میکنه میره بالا پایین یه پولس یک موجی مثلا میده اینجوری و ما این اینپوت اولمون داریم J اینپوت دوم داریم K و بگیم مثلا این J و K مثلا دارن کار خودشونو میکنن و میبینیم که این ورودی ها خب اینا هستن بعد خروجی ها مثلا Q ما خروجی اینجا بهش میگیم Q میبینیم که این کاری که میکنه وابسته است نه تا به این ورودی ها و قانونی که در این سیستم داره اتفاق میفته و منطقش ولی خب همینطور به کلاک یا به این زمان اینا مهم هستن مثلا اگه این در جای مثبتش بیفته اینجا این عوض بشن در چیز مثبت این کارو میکنه مثلا این من یادم میره JK چی بود منطقش ولی خب میریم توش بیشتر میریم ولی خب مهم اینجا چیزی که من خواهم همین الان بفهمین اینه که سیستم‌های کامبینیشنال همون لحظه‌ای که بهشون اینپوت میدین همون کارو براتون میکنه هرچی از اینپوت میدن ولی خب سیکونسی اینا یک کلاک یک زماندار لازم دارن که سیستم رو مثلا هرچی اینجا اتفاق میفته باید وایسه تا به اون گوشه برسه بعد کارشو میکنه اینو ما دیگه باید یادمون باشه خب میریم تمام اینجور چیزا نگاه میکنیم و آنالوگ و دیجیتال اینترفیسینگ دیسپلی ها صفحه ها که نشون میدن مموری حافظه قطعات الکترونیک رو نگاه میکنیم بعد از اون میریم به میکروکنترلر ها و میبینیم که این چیزایی که یاد گرفتیم اینجا چیکار میکنن و اینا درست میکنن اینا پایه‌ای هستن و اجازه میدن که ما چیزای بزرگتر و کامپلیکیتدتر درست کنیم که میکروکنترلر هستن که خیلی مهم هستن مثلا ما برای کنترل سیستم ها ما میکروکنترلر استفاده میکنیم برای چرخیدن موتورها مثلا این چیزا خیلی مهمه برای ما برای مهندسای برق و الکترونیک پس این کار میکنیم آردوینو نگاه میکنیم بعد میریم به فصل 14 هم که میریم به موتورها نگاه میکنیم DC کانتینیوس DC کنترل سرعت
دیسی کنترل جهتی، RC سرو و استپر موتور، اینا همه رو میبینیم چیکار میکنیم باشون. بعد از اون میریم به آدیو الکترونیک و یا الکترونیک های صدایی و میبینیم صدا اصلا چی هست در فیزیک چی داره برای ما میگه درباره صدا و چجوری میتونیم استفاده کنیم از این کاری که میکنه فیزیک بهمون توصیف میکنه جوری که این کارو میکنه. میریم میکروفون ها نگاه میکنیم، آدیو امپلیفایر ها نگاه میکنیم، امپلیفایر های صدا، اینورتینگ امپلیفایر و نان اینورتینگ امپلیفایر نگاه میکنیم، امپلیفایر های دیجیتال، پری امپلیفایر، میکسر ها، امپیدنس مچینگ ها یا میزون کردن امپیدنسمون، اینپوت اوتپوتمون، اسپیکر ها، سیگنال، قطعات سیگنال صوتی، آی سی ها که اینا رو درایو میکنن و کنترل میکنن. و بعد از اون میریم به فصل 16 هم که اینجا دیگه میریم به الکترونیک های ماجولار یا الکترونیک هایی که مثلا ما این گیت ها رو درباره‌شون حرف زدیم، یه کاری برای ما مثلا میکنن، چی بذاریم اینجا، اور بذاریم، اینجور چیزها رو میذاریم، مثلا زی و یو هرچی هستن یه اوتپوت اینجا به ما میدن ای بذاریم بگیم. خب اینا رو نگاه میکنیم، مثلا یه نفر میاد، این چیز ساده است اصلا شاید اصلا درست کاری برای ما نکنه، ولی خب این مثال براتون میزنم. یه نفر میاد میگه آقا بگیم مثلا یه تایمر، مثلا این یه تایمر ما داره میگیره، میان اینو مثلا یه دونه درست میکنن که از این به بعد شما که اینو ابسترکت میکنین. خیلی مهم، ایده ابسترکت کردن خیلی مهمه در فیزیک و الکترونیک، چون اگه این ابسترکت نمی‌کردن، اینو درست نمی‌کردن، ما بعد از قضیه ابسترکت هم بهتون بگم چون خیلی مهمه دیگه، وقت بعد داشته باشیم بهتون بگم. ابسترکت مثلا از یه چیز فیزیک شروع می‌کنیم، ما یه ویدیو قشنگ بیشتر میرم روی دربارش هم حرف میزنم درباره ابسترکت کردن. یکی مثلا میاد اینجا چیزای فیزیک رو یاد میگیره و یک چیزی مثلا این مقاوم درست میکنه. خب بعد از این نفر میاد این مقاومه رو استفاده میکنه و مثلا بگیم مدارهای دیجیتال درست میکنه که الان اینجا داریم میبینیم مدارهای دیجیتال. بعد این نفر میاد مثلا از اینا آی سی درست میکنه یا پکیج هایی که اینا از اینا هستن که کنار هم دیگه میذاریم و یک عمل دیگه میگیریم و همینجور میذاریم که مثلا این کامپیوترها و نرم افزار میشه بالاترین لولی که داریم، ما لولمون بالاترینش هستش که من این ویدیو دیگه میذارم درباره این فقط حرف میزنم. این فصل 16 مدلار الکترونیک هم از این آی سی ها حرف میزنه، از رادیو فرکانس ماجول و ماژول های صوتی و پروتوتایپ کردن. یعنی که مثلا قبل از اینکه ما یه مدار رو درست بکنیم بیایم روی بوردی بذاریم که میتونیم عوضش بکنیم، که مجبور نیستیم که لحیم کاری باش بکنیم که تا ابد دیگه اونجوری بمونه، که بتونیم مثلا یه مقاوم بذاریم، یه چیز دیگه بذاریم، هی عوض به در بتونیم بکنیم. بعد از اون به اوپن سورس هاردور نگاه میکنیم مثل آردوینو و چرا اینا مهم هستن. و اگه وقت داشتیم هم میتونیم یه ذره به انرژی الکتریکی که به خونمون میرسه و ولتاژ بالا نگاه بکنیم و چجوری ترانسفورمرها این کارا رو انجام میدن. خب در ویدیو بعد ما شروع میکنیم از فصل دوم و همینجور تو اینا میریم. این ویدیو خیلی طولانی شد، مرسی که تا اینجا گوش کردین. در ویدیو بعد میبینمتون.